سلام و درود به همه دوستان عزیز. خوش آمدید به کانال شیبار تیوی. امروز میخواهم برایتان بگویم آیا در افغانستان میتوان از اینترنت استارلینک استفاده کرد یا خیر؟ قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً از دوستان خوبم خواهش میکنم که کانال ما را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید، چون حمایت شما باعث دلگرمی ما می شود. بیایید برویم سر اصل موضوع. شاید برای خیلی‌ها این سوال باشد که اصلاً استارلینک چیست؟ استارلینک یک پروژه بزرگ اینترنتی است که توسط شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک ساخته شده. این پروژه طوری طراحی شده که حتی در کوه‌ها، دهات و مناطقی که هیچ نودک مخابراتی یا فیبر نوری وجود ندارد بتواند اینترنت پرسرعت به مردم برساند. استارلینک با هزاران ماهواره کوچک کار می کند که در مدار پایین زمین پرواز می کنند. این ماهواره ها مثل یک زنجیر دور زمین قرار دارند و سیگنال اینترنت را مستقیم به آنتن‌های کوچک روی زمین می‌فرستند. خب، حالا میرسیم به بخش مهم. سرعت. استارلینک سرعتی بین 50 تا 250 مگابیت در ثانیه دارد. این رقم در مقایسه با اینترنتی که ما در افغانستان تجربه می‌کنیم واقعاً فوق‌العاده است. از طرف دیگر، تأخیر یا همان لیتنسی در استارلینک حدود 20 تا 40 میلی ثانیه است. این یعنی شما می توانید بدون مشکل بازی‌های آنلاین انجام بدهید، تماس، ویدیویی داشته باشید یا حتی درسی و کاری جلسات آنلاین برگزار کنید. برای استفاده از استارلینک شما به یک پکیج نیاز دارید که شامل این وسایل: یک دیش یا آنتن کوچک، یک پایه برای نصب و یک مودم وای فای. جالب اینجاست که این دیش به طور خودکار خودش نزدیکترین ماهواره را پیدا می کند و شما فقط کافی است آن را در جای مناسب نصب کنید. حالا برویم سراغ قیمت. در کشورهای مختلف قیمت تجهیزات استارلینک حدود 400 تا 600 دلار است. بعد از خرید تجهیزات شما ماهانه حدود 110 دلار باید پرداخت کنید تا اشتراک اینترنت فعال باشد. شاید این هزینه برای خیلی ها زیاد به نظر برسد، اما در مقابل سرعت و کیفیتی که به شما می دهد برای خیلی از کشورها ارزشش شد. حالا برسیم به پرسش اصلی. آیا در افغانستان می توانیم از استارلینک استفاده یا خیر؟ فعلا استارلینک به طور رسمی در افغانستان فعال نیست، اما بعضی افراد در کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران توانستند به صورت غیر رسمی از آن استفاده کنند. اگر در آینده استارلینک وارد افغانستان شود، بدون شک یک انقلاب بزرگ در دنیای اینترنت ما خواهد بود، چون همه ما می‌دانیم که اینترنت در افغانستان همیشه با مشکلات زیادی همراه بوده. سرعت کم، قطع و وصل‌های پیهم و هزینه‌های بالا. استارلینک می‌تواند این مشکل‌ها را برای همیشه حل کند. پس پاسخ به سوال ما این است: در حال حاضر نه، اما در آینده احتمالاً بله. اگر روزی استارلینک به افغانستان برسد، ما شاهد تغییری بزرگ در زندگی دیجیتال خود خواهیم بود. از آموزش آنلاین گرفته تا تجارت، از سرگرمی تا ارتباطات، همه چیز بهتر خواهد. دوستان عزیز، این بود معلومات امروز ما در مورد استارلینک و افغانستان. نظر شما چیست؟ آیا فکر می‌کنید روزی استارلینک در افغانستان قابل استفاده خواهد شد؟ لطفاً نظرهایتان را در بخش کامنت با ما شریک بسازید. فراموش نکنید کانال شیبار تیوی را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم از دست ندهید. تشکر از اینکه تا آخر با ما بودید.